پیرمردی بیچاره به منزل حاتم توی آمد و خواهش کرد که به او یک مقداری کمک شکر بدهند. ولی حاتم توی در عوض این بر او یک خلطه شکر فرستاد. زن حاتم که این منظره را از خیمه خود نظاره میکرد به شوهرش گفت: آن موی سفید به قدر حاجت و احتیاجی که داشت خواهش کرد. این رفتار و اقدام تو چه حکمتی دارد؟ حاتم این سخنان را شنید و بخندید و گفت: ای زنی مهربان، تو که ملکه این قبیله هستی، بدان اگر پیر به اندازه احتیاج خود بپرسید این کار اوست. اما همت و سخاوت خاندان حاتم را چی شده است که بر لطف و کرم خویش نیفزاید؟ مردم مسکین هرگز از حاجت خود بیشتر طلب نمی کنند و زیردستان نیز از صاحبکاران خود تقاضای زیاد ندارند. اینجا همت و مهربانی می باید تا ثروتمندان خود را به زیور احسان آرایش دهند.